رئیس سلام علیکم، جان جور بخیر سلامت. خب وضعیت انشالله در داخل منطقه خیلی خوب است و دشمن تلفات هم داشته و پیشروی هم نداشته و در دربند اینجا بسیار زیاد تاثیر شدین و داخل همین دره مثل رمه گوسفند وره یاره پیش انداز کردن مجاهدین و سنگرداران مقاومت. در داخل خواک هم همین لحظات پیشتر که بر محوال رسید اندرابی ها بالا شدن. اونمو سنگرهای دفاعی که در سر کوتل خواک بود و از ما بود و در روز اول طالبان متصرف شدن، اونمو سنگرها را به دست اندرابی ها هم افتیده و دیگه در داخل تنگی خواک هنوزم جنگ ادامه داره، مگر با او شدت دین روز و شب نه. و طالبان یک مقدار موتر و تانگ خود را در می ساحه پنچر کردین و خودشان کوشش میکردن که به کوها متواری شوند، چقدر کشته شده و چقدر کثیر شده. و حتی بچه‌ای که غیر مسلح رفته بودن یا سر طالبا صدا میکنن که پدرانالات سلایت پرتا که ما بگیریم با خود در گوره که میری برو خود غرض نمیگیریم مگر سلایت پرتا، به خاطر که یا مسلح شوند. و یک تانک عقب نشینی کرده بود و تو پس فرار کرد که به طرف کوتل خواک بروه. نزدیک به او سنگرها رسید که از قسمتی که بچهای ما ترصد میکردن گفتن هدف گلوله قرار گرفت و فورا آتش گرفت در سر کوتل. یعنی دوستای اندراب با قوت بیشتری در سر چیز قرار گرفتن. خلاصه گروپ های طالب از پشت سر قیچی شد. انشالله دیگه اوج چیزی زنده هم باقی نمیمونه و بازگشت هم نمیکنه. پس اطلاعی که جدیداً از کدام جای بخش خبر داده شد که یک تعداد بزرگای از یا به اساس ناکامی هایی که در ظرف 4 روز در اطراف پنشیر داشتن کدام دستاوردی نداشتن و نفر زیادشان دستگیر شد، تلف شد. به این خاطر از ولایات مختلفی هم بهترین سربازایشان هم مجهزترین سربازایشان جمع کردن که اینمیم شب حمله را در پنشیر دیگر نهایی باید بسازه. آخرین زور خود را باید اینمیم شب بزنن و اینمی پیام را به هر طرف ما کوشش کردیم که برسانم که سربازای ما که در سنگر هستن از این مسئله اطلاع بیابند.